خب سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سعید خواجه خلیلی هستم. توی این آموزش میخوایم که با هم ببینیم چجوری میتونیم فلشمون رو به ماشین مجازیمون وصل کنیم. در واقع به صورت دیفالت شما وقتی که حالا ماشین رو میسازید و حالا فرقی نمیکنه سیستم عاملش ویندوز باشه، لینوکس باشه، هر چیزی باشه، به صورت دیفالتش این فلش شما رو نمیخونه. خب اگر که بخواید فلشی که میزنید بتونید توی وی ام هم دسترسی داشته باشید، خب باید یه سری تغییرات و تنظیماتی رو روش اعمال بکنید. خب توی اینجا ما روی اسم ماشینمون میریم، راست کلیک میکنیم، ستینگز رو میزنیم. توی این قسمت گزینه اد رو میزنیم، USB کنترلر رو میزنیم و حالا ورژن USB مون اینجا باید بزنیم که حالا کامپتیبل باشه. سعی کنید که ورژنی که USB تون داره رو بزنید، نه اونی که فرق بکنه باشه. مثلا اینجا 31 رو من میزنم. شو آل USB input devices هم میزنیم، تیک شو، و اوکی رو میزنیم. الان با موفقیت اضافه شد اینجا. حالا روشنش میکنیم. یکم منتظر میمونیم. این روشی که الان بهتون گفتم بچه‌ها هم توی لینوکس کاربرد داره، هم توی ویندوز و هم توی هر آپریتینگ سیستم دیگه ای. خب و شما میتونید از این برای سیستم عامل‌های مختلف استفاده بکنید. حالا ما روی ویندوز داریم مثال میزنیم که خیلی رایج‌تر و معمول‌تره، ولی برای سیستم عامل‌های دیگه هم میشه. خب اینجا مسافت رو بزرگ کنیم. مثلا اگر وارد کنیم رمزو، خب توی اینجا دیس پی سی، خب اگر که فلشتون رو وارد کنید یه همچین پیامی واسهتون میاد. خب کانکت تو ویرچوال ماشین رو بزنید و وی ام تون هم انتخاب کنید. حالا اگر خواستید ریممبر هم میتونید بزنید اینجا و این انجام میشه و میبینید که با موفقیت فلشتون اینجا هم خونده شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره.